من گلجمال جاهد مرگنزاده هستم از ولایت فاریاب، قریه آلتیبولک ولسوالی قرمقول. مکتب خود را هم در اوجه من به پایان رساندم. به خاطر تحصیل خود به پانتون دولتی جوزجان در بخش زبان و ادبیات ترکمنی راهی جوزجان شدم و خوشبختانه در سال 2023 آغاز 2023 من پانتون خود را به پایان رساندم و با کامیاب شدن به بورسیه دولتی ترکیه تونستم که به کشور ترکیه سفر بکنم. در اینجا ماستری خود را آغاز کردم، باز هم در بخش لهجه های مشترک بود. انشاءالله بعد از 10 روز و 20 روز فراغت خود را حاصل میکنم و به همون شکل به دکترای بورسیه های ترکیه ثبت نام کرده بودم. خوشبختانه که به ملاقات دعوت شدم. سپاسگزار هستم که از وقتی که من صنف 2 پانتون جوزجان بودم من کاربار را آغاز کرده بودم که اولا به شکل رضاکارانه بود. من و بیشتر از مؤسسات خیری که در جوزجان بود من همکاری‌های رضاکارانه داشتم و از همون مؤسسات به کسایی که در قریجات هستن و نیازمند هستن کمک میرساندم. با گذشت زمان یک فرصت کاری برای من مهیا شد که در بخش گرافیک دیزاینینگ بود که من بلدیت داشتم در بخش گرافیک دیزاینینگ و تونستم که یک کار آنلاین پیدا بکنم و از همون وقت به این طرف کارهای آنلاین نیز ادامه داره. سالهای 2020 و 2021 بود که و همچون 22 من تونستم که با ارتباط با یکی از مؤسسات خیریه که در ترکیه وجود داشت شخصا هزاران دلار به مردم افغانستان کمک بکنم که او عبارت از توزیع مواد غذایی بود، توزیع لباسهای زمستانی بود و به همین شکل توزیع نان گرم. چون که کارم خیلی زیاد شد نتونستم که به او ادامه بدهم. بازم تونستم که در یکی از مؤسساتی که در جوزجان قرار داشت مدیر یتیمخانه مؤسسه قرار بگیرم. یکی از مؤسسات خارجی که لایف اسنشیلز فاند نام داره به صفت نماینده و مدیر شبکه‌های اجتماعی امونا بودم که هم ادیتشون انجام میدادم. کوشش کردم که به مو کسانی که در سطح اندخوی ششتن و کسانی که در سرپل هستن، کسانی که در جوزجان هستن بر 3 ولایت و بعد از این که با ترکیه ارتباط برقرار کردم در قندوز نیز بعضی فعالیت‌ها داشتیم، در مزار شریف داشتیم. در غیر از کارهای خیریه در مؤسسه اکتید نیز قبل از اینکه من به ترکیه سفر بکنم وظیفه رسمی داشتم که استعفا دادم آمدم. غیر از او در ترکیه هم با مشاهده کردن مشکلات محصلین یک همبستگی ایجاد بکنیم که با شکل آنلاین بود و به خاطر کمک به محصلینی که میخواین به ترکیه ثبت نام بکنن به پانتونایشان و همچنان کسایی که بعد از اینکه اینجا آمدن به راهنمایی ضرورت دارن تا دچار مشکلات نشن و بیهوده مصرفشان نشه و سرگردان نشن، یک همبستگی آنلاین ایجاد کردیم که مشوره‌های آنلاین داشتیم و هنوز هم ادامه داره و آخرین فعالیت ما نیز همی پروگرام عید قربانی و بعد از او هم ایجاد مرکز آموزشی بغض میراثم بود. برنامه‌های زیادی دارم، تمامشون به مردم ما هست. یکی از برنامه‌هایی که من در فکرم هسته بخش صحی است. ما با ایجاد مرکز صحی در قریجات بتونیم که مشوره‌های صحی رایگان برشان بدیم. انشالله تقریبا 40% از کارهای هم خلاص شده است. کوشش میکنیم که ایره هم پیاده بکنیم. در کنار از ما نیاز داریم که یک بخش سیمیناری نیز ایجاد بکنیم. یک تیم سیمینار دهنده نیز برنامه دارم که داشته باشیم با مشوره خانم‌ها درباره امو دوره زایمان معلومات حاصل بکنن، درباره حفظ صحه معلومات حاصل بکنن، درباره تربیه اولادای خودشان معلومات حاصل بکنن.
در کنار از او انشالله کوشش میکنیم که مؤسسه خیریه ایجاد بکنیم تا بتونیم که به شکل گسترده و وسیع با تمام افغانستان، خصوصا با دختر خانم هایی که در اوجه هستن، یک وظیفه ایجاد بکنیم. مثلا کورس های خیاطی، کورس های موردوزی و کلچه‌پزی و مانند همین، یا هم کسانی که در بخش صنعت دستی قرار دارن. یک کار نیک هم به مردم ما خواهد شد و همچنان به بزرگترین ایدیایی که من در بخش دارم، در این بخش برنامه ها دارم، ایجاد یک شرکت است، یک شرکت بزرگ در افغانستان. زمانی که ما ایجاد کردیم، کسانی داریم که فعلا از پانتونا فارغ شده نتونستن، اونا رو تشخیص داده صاحب وظیفه بکنیم تا در اوجه بتونن اونا هم کاربار خود ادامه داده بتونن که انشالله این شاید سالهای سال بگذره تا ایره عملی بکنیم، ولی در برنامه های موجود داره. انشالله با یاری خداوند و با همو ایمان پاک که ما در دل داریم و همو نیت اخلاص پاک که داریم، انشالله کوشش میکنیم ایره انجام بدیم.